احتمالیت فرآمدن ترمه در شاهراه دوشنبه چناق در نظر داشته شده است. این حالت دوام هفته روان به وقوع پیوستنش از احتمال دور نیست. شاهزاده بوتایeva دفتر مطبوعاتی ستاد حالتهای فوق‌العاده در ولایت سوخت در این باره امروز سنه 5 فوریه به ما خبر داد. بنا به گفته او بارشات برفی زیاد در بلندکوه‌های شهرستان و عقبه‌ها در نظر داشته شده است، اما در حال حاضر راه دوشنبه چناق گشوده است و حرکت همگونه نقلیات تامین است. در اساس برقه تلفنی کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع رازدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و معلوماتنامه اگنسی آب و هواشناسی کشور با معلومات شما می‌رساند که روزهای نزدیک در شهرهای دوشنبه خوجند چناق از حساب بارشات برف ظهورات فرآمدن ترمه احتمالیت دارد. برای پیشگیری از حالتهای تنبشوی ماشین‌ها و تازه‌کنی راه از برف زیاد در شاهراه دوشنبه خوجند چناق در کیلومتر 81 در مرکز ناحیه عینی دسته مخصوص از حساب دسته زودآمدی نجات‌دهی تشکیل کرده شده است. اینچنین در کیلومتر 62 و 72 نیز از حساب کارمندان مرکز نجات‌دهی جمهوریوی دیدبانگاه‌های شبانه روزی تأسیس داده شده است که در آن موضع‌ها تا 10 نفر نوبتداران شبانه روزی نظارت می‌کنند. یکمین ترمه که در سال جاری یعنی سنه 2 ینور که فرآمده بود، در سنه 3 ینور زیاده از 130 نفر مسافران و رانندگان در زیر خطر قرار داشتند و در عملیات یکجایی کارمندان کمیته در وادی زرافشان و کارمندان شرکت ایرس همون نفرانی که در منطقه خطرناک جایگیر بودند با راه پیاده از جای خطرناک به جای بی‌خطر بردند و یگان نفر تا به همین روز ضرر ندیدند. کمیته حالتهای فوق‌العاده به معلومات ساکنان ولایت می‌رساند که از سفر کردن طریق راه‌های کوهی خودداری نمایند و قاعده‌های بی‌خطری را در راه حتما رعایت کنند. در حالتهای ضروری آنها می‌توانند به دیدبانگاه‌هایی که تأسیس داده شده است مراجعت نمایند. گزارش محمد صابر نورو و نعیم جان ایوبov برای برنامه اطلاعاتی خبر.